روزی روزگاری یک طلا فروشی خفن در فینیتو بودندی و زرگر هم زرگری همی می کردندی. سلام پسرم. قلقل تویی؟ قلقل کیه؟ من فرشته نگهبان تو هستم. بشین ببینم بابا نفله، خودتو به همه رنگی در آورده بودی الا به رنگ فرشته نگهبان ما. من گول تو را همین نخواهم خورد. سلام مرد زرگر، یک انگشتر طلا مرا همی بده. نکند شما هم مثل قلقل نقشه ای برای من کشیده می باشندی؟ کدام قالقال؟ همین قلقل دیگر. ما که قالقالی نمی بینیم. اصلا قالقال اینجا چه کار می کنندی؟ بیا برویم ریس ریس، این دیوانه شده است. دیدی مرد زرگر؟ به غیر از تو کسی من را نمی بیند. از اهالی خاص فینیتو می باشندی که می توانی فرشته نگهبانت را ببینی. آهای مشقلقل، آیا تو این قلقل را اینجا نمی بینی؟ من که کسی را نمی بینم. کدام قالقال؟ انگار واقعا این فرشته نگهبان من است. آری پسرم، من فرشته نگهبانت هستم. من چیزی از تو نمی خواهم، فقط این دستمال را به صورتت بمال تا روزیت بیشتر شود. 2 سال بعد فرفر قالقال را کدبسته به زرگری آوردندی. آهای مرد زرگر، این قالقال عنصر فاسدی بودندی. ما به فرمان کد خدا او را دستگیر کرده و اینجا آورده ایم تا در مقابل چشم تو مجازاتش کنیم. آیا طلاهایم را پس می دهید؟ آری، منتها اول باید شهر ماجرای دزدی قبلی را بشنویم. باید همان صحنه را یک بار تکرار کنید تا تحقیقات ما کامل شود. قالقال، تو آن روز چه کار کردی؟ همان کار را بکن. ای زرگر، تو چه کردی؟ همان کار را بکن. این حکایت خیمه شبازی انتخاباتی فینیتوه که کد خدا هر بار یه بامبولی جوری میکنه و تهش هم هیچ چیزی نیست جز سرکیسه کردن ملت.